خب دوستان توجه کنند سیما که دوستان گفتن ما متوجه نمیشیم که سیما کدوم هست. خب زبان میشه روی جی. بعد تیپ اینه، سیم بغل ما میشه تیپ، یکی تیپ سیم بغل. خب این میشه روی دی. زبان میشه جی، روده میشه جی، بم اینه، بم هم میشه دی. خب پس بم ما تقریبا نصف تیپ ما کوک میشه. خب زیره دیگه. بعد پیچ اول ما این میشه ب. این پیچ اوله. پیچ اول. پیچ دوم ما میشه آ. پیچ سوم میشه جی. پیچ چهارم ما اینه میشه اف. پیچ پنجم ما اینه میشه ای. پیچ ششم ما اینه میشه سی. این پیچ بغل هم بستیم این با یکی از این پیچا هم کوک میشه. الان معلومات توضیح دادم با پیچ اول هم کوکه. دوستان توجه کن این است سیما ما هستن. البته ما معذرت میخوام با یک دستم دارم کار میکنم و یک دست گوشی رو نگاه داشتم. قبلا هم توضیح دادم که یک سری مشکلات ما داریم که حقیقتش زورمون نمیرسه که وسایل بخریم، که گوشی بخریم که کیفیتش بالا باشه، که بتونیم کلیپ خوب تحویل دوستان بدیم، یا لامپی داشته باشیم بخاطر نور، یا پایی داشته باشیم که گوشی ثابت باشه. در آینده انشالله اگر وضعمون بهتر شد و خداوند بهمون روزی داد انشالله اینا را تهیه میکنیم و کلیپ های بهتری تحویل دوستان میدیم. الان سیما را من نزدیک آوردم دیگه، مشخصا الان سیما فقط طبق حروف هایی که توضیح دادیم دوستان طبق همون حروف قیچکشونو کوک بکنن. گفتیم سیم زبان ما جی میشه، سیم تیپ ما دی میشه، بم ما دی میشه، روده ما جی میشه، سیم اول ما پیچه کوچک ب میشه، سیم دوممون آ میشه، سیم سوممون جی میشه، با زبان ما یک صدا داره. سیم چهارممون اف میشه، سیم پنجممون ای میشه، سیم ششممون سی میشه. پیچ بغل که کمکی برای لاب سیمامون اونو ما دیگه اختیاریه. با سیم اول دوم سوم با هر کدوم هم کوک میکنیم، مشکلی نداره. امیدوارم این کلیپ مورد پسند قرار بگیره و تا حدودی تونسته باشم مشکل هنرمندان عزیزو حل کرده باشم. چطوری تنبوره رو ما با قیچکمون هم کوک بکنیم، اینا ما الان توضیح بدم که تکمیل بشه. سیم زبان ما روی جیه، سیم اول تنبوره ما باید روی با زبان ما هم کوک باشه. سیم دوم با سیم اول هم کوک بشه، یعنی سیم اول ما جیه، سیم دوم تنبوره ما جی باشه، بم تنبوره با بم قیچک باید دی باشه. الان این همی صدا رو میده. خب اینو همی صدا رو میده. خب وقتی کوک شد الان خب صداش خوبه، سیما ویلن صداش خوبه. اگر بیاییم مثلا کوکو یک پیچ دومون یک ذره تکون بدیم، یک پیچ میام پایین، صداش خراب شد. پس کوک بهترین چیزه در ساز، مهمترین چیز کوکه. هرچی کوکتون
با دقت انجام بدید صدای سازتون صافتر میشه. خب الان مجدد میایم کوک میگیم. کوک کردیم مجدد. خب صداش خوب و دلنشین. پس دوستان که میخوان تنبورهشون کوک بکنن، 2 سیم با زبان، سیمای تنبوره، سیم اول دوم، این دوتا، این اولین سیم ما، این دومین سیم ما، سیم سوم بمه، 2 رو با زبان، بم و با بم هم کوک بکنن، تنبورهشون هم با قچک هم ساز میشه و میتونن راحت بهترین استفاده را از سازشون ببرن. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار. بهتر پیدا میشن و سیما هم به صورت کشوی داخل خرک، دندانای خرک قرار میگیرن. قچک ما، سیم تیپ ما این بغل خرک میشه، سیم زبان ما بالا میشه، روده ما بالا میشه، بم ما بالا میشه. این پیچی که ما پیچ کمکی که بهش پینگوک میگن، این بغل میشه. بعد 3 پیچ ما این طرف داریم، 1 2 3. بعد 4 5 6. 3 این طرف داریم. خب وقتی که از اینا ما مطمئن شدیم، بعد میشه سیم بستن. از این انتها وقتی که ما سیممون میبندیم، باید از اینجا تا اول قیچک ما که نزدیک به تاجه، بعد اندازه 1 کف دست سیممون نباید بیشتر باشه درازیش. اگر سیم ما درازتر شد، کوک قیچک ما به هم میریزه. پس حد استانداردش از اینجا تا اینجا اندازه کف دسته. بعد وقتی که این داخل ما سیما رو میبندیم، سیمامون نباید رو هم سوار بشن. اگر 2 سیم رو هم سوار باشه، باز هم قیچکمون کوک میشه. اگر این تا هم سیمامون زیر این پوسن رو هم سوار باشن، 2 رو هم باشن، صدای قیچکمون خراب میشه. بعد هرچی ما به این طرف، به طرف چپ، هرچی ما سیما رو بکشیم، صدای قیچک ما کلوفتر میشه. هرچی به طرف راست بریم، صدای قیچک ما سبکتر میشه. پس از جایی که پیچ ما بسیم، 1 انگشت بذاریم اینجا، حد استاندارد سیمه. قیچک خوب جواب میده. دیگه مگه اون که استادی باشه که سیماش اینجا بیاره یا این طرف بیاره، اون دیگه بعد ها. خب بعد این روده اگر اصلی باشه تو قیچک، کارایش از پلاستیک یا نه خیلی بهتره. الان این روده که داخل ساز قیچک خودم هست، روده گوسفنده، کار دست خودمانه، روده طبیعیه، خودم درست کردم و کارایش داخل ساز نسبت به پلاستیک و نخ کفاشی یا نوار کاست خیلی بالاتره. خب در مورد کوک، سیم اول ما زمانی کوک میکنیم، اول زبان قیچک ما کوک میکنیم. زبان اینو میگن زبان. خب زبان ما روی جی. خب 1 حروف میاره زیر همین جی، 4 3 2 1. این ملاک نیست. فقط مهم اینه که باید این حروف سبز باشن، ثابت. اگر رنگشون زرد شد، قیچک شما یا درست تنظیم نیست یا هنوز کوک رو پوست نگرفته، یعنی قیچک خودش نگرفته. بعد سیم دوم ما تیپه. این سیمی میگن تیپ.
این تیپ 2/3 از زبان بالاتر کوک میشه، یعنی 2 برابر زبان کوک میشه. بعد میایم بم. این پیچ بمه. خب این پیچ ما بمه. بم نصف تیپ کوک میشه، با تیپ یک صدا میده. خب این پیچ ما تیپه، این پیچ ما زبانه. خب این شد تیپ، این شد زبان، این شد بم، این شد روده. روده ما با زبان ما باید هم کوک باشه، روده با زبان. خب سیم اول ما این پیچ اوله، این روی ب. سیم دوم اینه آ. سیم سوم اینه جی. پیچ سوم ما با زبان ما هم کوکه. خب پیچ چهارم ما اینه F. پنجم پیچ پنجم ما اینه ای. پیچ ششم ما اینه سی. این هم بم ما. خب این پیچ هم که بغله این کمکی برای این لابسیما ما. اگر تو لابسیما ما یک سیمی ناکوک باشه این جبران اون میکنه. اگر یک سیمی پاره باشه این میتونیم بجای یکی از نقطه قیچک من کوک بکنیم، جبران اون سیمی که پاره شده میکنه. پس این ما الان با سیم اولم کوک کردم. الان یک اختیاریه، یکی با سیم دوم کوک میکنه، یکی با سیم سوم با پیچه کوچه. خب پس دوستان محترم توجه بکنید. سیم اول پیچه کوچک ما میشه ب. سیم دوم آ. سیم سوم جی. سیم چهارم اف. پنجم ای. ششم سی. وقتی قیچک شما کوک بشه یک صدای سنتوری میده. خب یک روش دیگه توضیح میدیم. اگر تو ذهن دوستان احیانا نرفت که با این نرم افزار کوک بکنن، اس زبان و تیپ و بم اینا راحت کوک میشن. اینا رو با نرم افزار کوک بکنن. بعد این سیم اولو کوک بکنن. بعد سیم دومو با اول هم کوک بکنن، یک صدا بدن. بعد یک پیچ بیان پایین. سیم سومو با دوم هم کوک بکنن، یک پیچ بیان پایین. سیم چهارمو با سوم هم کوک بکنن، یک پیچ بیان پایین. سیم پنجم با چهارم باز یک پیچ بیان پایین. ششمی رو با پنجمی هم کوک بکنن، یک پیچ بیان پایین. بعد که اومدم پایین الان نگاه کن، یک دو، یک بالاتره، دو یک پیچ پایین تره، سه از دو یک پیچ پایین تره، چهار از سه پایین تره، پنج از چهار پایین تره، شش از پنج پایین تره. سه تا پیچ داریم، سه تا بالا کوک میشن، سه تا این طرفی پایین کوک میشن. امیدوارم این کلیپ کوچک مورد پسند قرار بگیره. بنده حقیر هنوز شاگردم، در حال یاد گرفتنم، ولی بر حسب نیاز که خودم نیاز داشتم و کوک قیچک خیلی سخته
پیش هر استادی رفتم گفتم کوک مغزیه و واقعا هم مغزیه. ولی بنده غیر تقریبا 7 ماه و 20 روز تلاش کردم بر حسب کوکی که استادم کرده بود، پهلوان عبدالغفور زنگشایی. طبق همون کوک که توضیح نداده بود، فقط کوک کرده بود، من صدا را گوش کردم، رو برگه می نوشتم مثلا سیم اول کدوم صداه. تا 7 ماه و 20 روز طول کشید، من صدا را تشخیص دادم، قیچک کوک کردم، بعد بردم پیش چندین استاد تایید کردن، بعد تو فضای مجازی منتشر کردم تا اینکه هر بزرگواری در هر گوشه از این دنیا هست اگر استاد نداره بتونه راحت قیچک شو کوک بکنه. و این خدمت کوچکی که بنده غیر در حق هنرمندان کردم. امیدوارم اگر کوتاهی در توضیح بود و نقصی در ضبط کلیپ بود بنده غیر رو به بزرگواری ببخشید. التماس دعا دارم. خدا نگهدار.